шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ шунавед. оғози гуфтори 17. رفت او قاتلی صالح جلی باشد چی؟ اگر او قاتل صالح جلی میشد دویم باره پای بر این موضع نمیگذاشت. میفهمید؟ دویم باره پای در این موضع نمیگذاشت. نمیدانم، به هر حال دلم گواهی میدهد که مردی ناشناس با دلی پاک به اینجا نآمده است. دلم گواهی میدهد. مگر همین خلگب شد؟ اگر دلت گواهی میداد چرا پیش راهش را نگرفتی و پرسی که او چیکاره است و در این موضع چی میکابد؟ رفت دوست باشد چی؟ چه خیل دوست؟ در بیابان؟ اسب دوست؟ مگر اسب دوست از سری صبح به موضع خشکک دره می آید؟ شاید او را یگان سیر است. اینش کاری ما نیست. وظیفه ما رمه را بانی کردن و به تلفات راه ندادن آن است. همچون شهروند ما نیز وظیفه داریم که به مقامات داخلدار یاری رسانیم. پس چرا به ملیسه رفتی و در همین باره آنها را آگاه نکردی؟ هنگام پرسش من درباره شخصی ناشناس هم به ملیسه خبر دادم. بسیار خوب. دیگر چی جای تأسف؟ اگر در حقیقت آنها ملیسه باشند و نام و نمک دولت را پاس دارند، باید در این باره چاره اندیشند. خودت قرض شهروندی را از گردنت ساقط نمودی. دیگرش کاری ما نیست. ملیسه میداند و همون مردی ناشناس یا تیر شکند و یا جواز به ما فرقش نیست. دلی من خواتیر. از چی؟ آخر ملیسه از من گمانبر است. آنها گمان دارند که من به طوری راستخطه هم نباشد به طوری مستقیما در مرگ صالح جلیل گناهکارم. چه خیلی گناهکار؟ نگفتی که همراه من بودی و ما هر دو یک جای آوازی تیر را شنیدیم؟ گفتم. پس چرا آنها از خودت گمان برند؟ چون که صالح جلیل از همون نوع یراق به قتل رسانیده شده است که من. چرا سخنت را دوست دیدی گپ زن؟ از همون نوع یراق به قتل رسانیده شده است که زمانی من در ارمیا گم کرده بودم. خرچی؟ تو یراقت را گم کرده بودی. این معنی آن را ندارد که آن یراق در دست خودت است. نگفتی که برای گم کردن یراق من الک جزام را گرفتم؟ آنها همه این را میدانند و از شخصی بیگناه گمانبر میشوند. یا توبه. اکنون من چون گاوی علایم هر کاری که میشود ملیسه از دو سر مرا برده میپرسد. دلت را دور نبر. وظیفه ملیسه تنها یافتن جنایتکار نیست. مگر ملیسه باز وظیفه دیگر هم دارد؟ یک خویشمان از ملیسه به نفقه برآمد. شاید شنیده باشی، امیریان. پدرم بعضن او را با نیکی یاد میکند. انا همان پلکانیک امیریان همیشه تاکید میکند که وظیفه اولین درجه ملیسه این دور افکندن سایه از بالای شخصی بیگناه است. سمندر دیگر چیزی نگفت. او همراه سرچوپان از قفای رمه به سوی خیمه حرکت کرد. شام فرا رسیده بود. خوب شده است رفیق پلکانیک. البته می توانید به ما امید بندید. گویان معیار ملیسه رازیبک شریفزاده گوشک را به جایش گذاشت. رازیبک شریفزاده نیم سال باز وظیفه سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی را به دوش دارد و صبح 1 سپتامبر را با زنگ تلفنی حمید جاوید استقبال گرفت. از آنچه که حمید جاوید در این صبح صالحان منتظری به کار رفتن رازیبک شریفزاده نشده به خانه‌اش زنگ زد، خود گواهی آن بود که وضع همکاران ناحیه گلاباد بد است. رازیبک شریفزاده هرچند خود با حمید جاوید از نزدیک شناس نبود، ولی درباره او سخنهای نیک شنیده بود و به قول غایبانه سرداری شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد را میشناخت. از آنچه که حمید جاوید به علی یفریمویچ سلام رساند و گفت که الکی در کشادن نوک گیره از او یاری گرفته است، شریفزاده خرسند شد. اگر در مبارزه علیه جنایتکاری ما با همدیگر دست یاری دراز نکنیم، دیگر کی به یاری ما می آید؟ گفت شریفزاده در تلفن و حمید جاوید پیش از انجام کار مینداری خش را ابراز نمود. ساعتی پس رازیبک شریفزاده به اداره آمد و پلکانی کولچوک را به نزد خش خواند.
پتپلکان کاولچوک از روی نقشه رسمی برای اشتراک نمودن به مراسم روز دانش به مکتب تحصیلات همگانی رقم 17 باید میرد و تنها بعد انجام این مراسم رسمی به اداره می آید. خبر داد نوبتدار. چون عادت حتما نزد من در رادیون شریف زاده به اتاق کاریش رفت. برابری به کرسی نشستم، به ریاست کارهای داخلی شهر زنگ زده از وضع معتدل ناحیه خبر داد. سپس با عرض شکایت مهنتکشان که یک شبانه روزی آخر به واسطه کاتبات داخل شده بود و گلبرگ نماز و لحظه پیش آنها را آورده بالای میز کاری سردار گذاشته رفت شناس شد. کم نه غم نه عرض شکایت و مکتوب‌های آمده رسا 1 ساعت وقتی او را گرفت. چون به هر یک عرض شکایت او امری خطی نوشت و خواست گوشک را برداشته از نوبتدار آمدن کاولچوک را پرسان شود که در کشاده شد و خودی علی گیفریمویچ رخصتی در آمدن پرسید. این صبح از شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد زنگ زدند و من با ساعت آمدن شما را انتظارم. گویان شریف زاده از جای برخاسته و به کاولچوک دست داد. او را به نشستن تکلیف نمود. دنیا خود چرخ گردون است. دیروز من زنگ زدم، امروز آنها. و فکرم از زنگ زدن شما علیک افریمویچ در کوته گلابادی ها کک در آمده است و صبحی صالحان سردار شعبه کارهای داخلی به خانه ما زنگ زده برای یاری به واسطه‌تان به شما تشکر گفت. حمید جاوید؟ بله. هر چی که ما به دست آوردیم به واسطه تلفن من با کاپیتان میلیسه ساربانی حامد گفته بودم. چی ساربانی حامد حالا در گلاباد کار میکند؟ ندانم. 2 روز پیش آن کس با خواهش نزد من در آمد و هر چی که از دستم آمد دریغ نداشتم. ساربانی حامد وکالتدار کافتکاو جنایتی شعبه کارهای داخلی ناحیه سریچشمه است. پس چطور او آمده از نام گلابادی ها دعوا کرده است؟ ندانم. آن کس در حقیقت به من شهادتنامه خدمتیش را نشان داد ولی من از روی احترام به همکسب شهادتنامه او را به دست نگرفتم. ساربانی حامد این عقاب کارهای جستجویی است و مادامی که او در گلاباد است نسبت کشتاری در آن محل رخ داده دلیل‌های با اعتماد به دست آوردگی است وگرنه هیچگاه حمید جاوید زنگ نمی‌زد. آنها با چی می‌خواستند؟ آنها خواهان آنند که ما خواجه و لیلی انور آنها را به زیر حمایه خویش گیریم. چی کسی به او تهدید می‌کند؟ نمی‌دانم ولی حمید جاوید خواهش کرد که ما خواجه را به زیر نظارت اپراتیوی بگیریم. معلوم که آنها از خواجه و گمان برند. نمیدانم. به هر حال ما امکاناتی به زیر نظارت گرفتن خواجه و را داریم. برای همین شما را جر زدم تا سر این مسئله یک جای فکر نماییم. خرسک از 2 دست بهتر است گفتند. چون گلابادی ها به ما اعتقاد نمودند آیا ما می توانیم سخن آنها را به زمین مانیم؟ بسیار خوب. اکنون از پی همین کار شوید. از نتیجهش به حمید جاوید خبر دهید. از واسطه‌های تکنیکی هم استفاده بریم. به فکرم به این نظارت اپراتیوی بردن معنی ندارد. کاولچوک رخصت پرسیده به اتاق کاریش رفت. هر آنچه ساربانی حامد به دست آورده است این شاید درجه بلندی سویه دانش و مهارت کسبی اوست. خودی رازی بیگ شریف زاده نسبت به کاپیتان میلیسه نظری مثبت دارد. همین خیلی بوده است که آن روز او ما را در همین لانه خودمان گناهکار کردن خواست. خیریت یوسف فاویچ به قدر ما را از آن وضع ناهنجار رها ساخت. کاولچوک باز به دیواری پهلو انگوش زد و لحظه پس تجربه آموز رخصت پرسیده وارد اتاق کاریش شد. عبدالرشید همراه لیتنانت کلان مظفر سفر به نزد من درآید. خوب شده است. گویان تجربه آموز از در برآمد. با فکرم خانم خواجه و هوای گلاباد را سخت غبارآلود نموده است وگرنه به گمان بود که اینقدر توجهی بی اندازه بهرش ارزانی دارند. به هر حال ما نیز کفالت داده نمیتوانیم که لیلی انور آن نسبت ما نیز به دستاویز باشد. آخر چقدر جنایت‌های ناکشاده داریم و می‌سزد که سری هر کدام اندیشه نماییم. ممکن رفیق پتپلکام نیگویان مظفر سفر با عبدالرشید شریف وارد اتاق کاری سرداری بخش کافتکاو جنایتی شدند. مرحمت گذشته شینید. کرسی ها را نشان داده صاحب اتاق و چون زیر دستانش جایهای خش اشغال کردند علیک یفریمویچ کاولچوک رشته سخن به دست گرفت و حاضرین را از وضع کار آگاه ساخت. ما در کدام دایره می توانیم نظارت بریم؟ پرسید مظفر. از دایره اپراتیوی برآمدن را مصلحت نمیدیم. به هر حال شما باید علاقه خواجه را با سوبیکت های دیگر بنوار گیرید. آموزش همه طرفی فعالیت لیلی انور را به ذمه هر دویتان میگذارم. عبدالرشید علاقه با خواجه و شناس است. اکنون
از پی کار شوید. صبح 1 سپتامبر برای پدپالکوونیکی میلیسا همراه قیوموف فراموش نشونده بود. او این صبح نبیرش رمضان را به مکتب برد. رمضان از پدر و مادرش دیده به بابایش دلبستگی بیشتری داشت و با طلب قطعی نبیره که اکنون به صنف 1 قدم می نهاد، بابایش همراه به مکتب رفت. در صحن مکتب پدر و مادران زیاد گرد آمده بودند، ولی از همراه قیومش دیده سالارتر شخصی را که خوانندگان را با آغاز سال نوی تحصیل تبریک نماید نیافتند. هرچند او در کارهای جستجویی و تفتیشاتی استادی کسب خویش بود، ولی هنگامی برآمد فهمید که راوی نیست. با جنایتکاران دست به گریبان شدن آسانتر است نسبت به آنکه با خردسالان صحبت میکنی. شکوه نبود او. بعدی برآمدش با دیرکتور مکتب. بحث نمی کنم چون که به نزدیک خودم در یک مجله با نفوذ درباره اندرسون مقاله خواندم، گفت دیرکتور. همان ادیبی که برای بچه‌ها بیشتر افسانه نوشته است. همین خیلی رفیق پدپالکوونیک. انا از همان اندرسون پرسیدن که برای بچه‌ها اثر ایجاد کردن آسان‌تر است یا برای کلانسالان. برای بچه‌ها نیز به مثل کلانسالان اثر ایجاد می‌کنند، ولی در قیاس با اثرهای برای کلانسالان نوشته شده اثرهای بچگانه باید بهتر باشد، گفت دیرکتور مکتب. ساعتهای 10 او به میلیسا آمد و نه به اتاق کارش در آمده بود که نماینده شعبه دوم سرجنت میلیسا نظرالدین زمانوف رخصت پرسیده متن خبر عاجل را که به واسطه تلفکس گرفته بود بالای میز کاریش گذاشت. همراه قیوموف کاغذ را به طرف خویش نزدیکتر آورده به قرائت آن پرداخت. به سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه بوستون پدپالکوونیکی میلیسا قیوموف خبر عاجل. شب 21 و 22 آگوست سال روان در موضع خشکک‌دره ناحیه گل‌آباد شهروند صالح جلیل 41 ساله توسط اتومات 5.45 میلیمتر کلاشنیکوف به قتل رسانیده شده است. از موضع خشکک‌دره پیراهه زیادی پیاده‌گرد تا به ساحل آمو میبرد. مادران عقیده ایم که صالح به داد و گرفت مواد مخدر مشغول بوده است و هنگام داد و گرفت در پونکتی تعیین شده به قتل رسانیده شده است. حادثه اصلا در موضع رخ داده است که شهروند رحیموف سمندر سال تولدش 1978 وظیفه چوپانی را در رمه خواجگی حاصلات بر دوش داشته است. هرچند ما نسبت رحیموف مواد در دست نداریم، ولی باید یادرس نماییم که شب 28 اپریل سال 1900 هنگام ادای قرض مادر وطن در مرز او یراقش را گم نموده است. برای خنک نظری نسبت به یراق در ذمه‌اش بوده، رحیموف سمندر به مدت 3 سال به جوابگری کشیده شده است و بعد ادای جزا 2 ماه در خواجگی حاصلات وظیفه چوپان را به دوش دارد. هنگام صحبت ایندیویدوالی که ما با او داشتیم به خلاصه آمدیم که عسکر قداری رحیموف همراه هم‌یراق دیگرش میروف خورشید آن شب در مرز پاسبان بودند و ناخواست میروف از سر کدام ناخلف یردار شده است. رحیموف باشد با اتومات خویش بانگ خبر زده است و بعد چند دقیقه به یاری آنها 7 عسکر و پراپرچیک یتیمی تاش آمدند. برابر آمدن یاری رحیموف میروف یرادار را پوش کرده تا راهی کلان برآورده است. در همین وقت کدام از همیراقان یراق او را گرفته است که بارش سبک شود. چون قسم نظامی در همان منطقه شماست و بجز پراپرچیک یتیمی تاش همه دیگر اسکران از دیگر نواحی جمهوری بودند و هر کدامی آنها با اتومات به جای حادثه رفته بود، ما به خلاصه آمدیم که یراق 4 سال پیش گم کرده عسکری قطاری رحیموف سمندر از دست یتیمی تاش بیرون نیست. از این رو از شما میپرسیم که در اطراف سابق پراپرچیک قسم نظامی کمیته حفظ سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان که حالا به نفقه رفته است و در دهه زرگران ناحیه بوستان زندگی دارد کار اپراتیوی برید. رفت اگر یگان خبری به دست آورید میپرسیم به سراغه ما به طور فوری خبر دهید. امضا سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه گل‌آباد پدپالکوونیکی میلیسا حمید جاوید. همراه قیوموف متن خبر عاجلی را دیونباره خوانده سپس تومچه زنگ را زیر کرد. نوبتدار شعبه کاپیتان میلیسا حسینوف با امر سروکالتدار کافتکاو جنایتی میرخدا امری خدایش را به نزد من فرستید، گفت سردار شعبه کارهای داخلی.
خوب شد از گویان حسینوف از در برآمد. خبری هست که در بین عصر و شام طعام خوردن جایز نیست. باید همیشه همین حالت را به اینابت گرفت. ولی با فرارسی شام او به تناول شامگاهی خویش که اصلا از نان، حسیب، پنیر و 2 دانه بادرینگ و کنیاک عبارت بود قناعت کرد. هنوز از جای نخسته بود که از طرف غرب ماه نو را دید. تیغ داست دهقان را میماند. ماه نو امساله قریب با سال شماری میلادی راست آمد. از دید گذراند و زیر لب از آیات کلام ربانی سوره قرائت کرده برای خویش عمری دراز و موفقیت‌های کار تمنا کرد. چون ماه میل به فرو روی داشت و از جای برخسته از علف‌های خشک بهر خویش بستر گسترده دراز کشید. لحظه پس ماه فرو رفت و دنیا در آغوش ظلمات ماند. در چنین تاریکی ستاره‌ها باز بیشتر به سویش چشمک زدند، ولی این دل او را آرام نکرد. از روی گپ لیلی که شاید یگان اساسی هم نداشته باشد شده او تمام روز چون اکتیاری صحنه نقش بازید و تمام نقش خویش را در صحنه ترتیب داده گردآفرید به فردا ماند. اگر در حقیقت با امر شف از قفای هم نظارت برده باشند همین یک روزی جستجویی باید کفایه می بود. در این مدت کس به ملال می تواند تا به ساحل آمو رود. من باشم نقش خویش در این صحنه پرماجرا انجام دادن نتوانستم، مگر شرط بود که شب اینجا ایستم. خیر آمدم و بهتر می شد که شامگاهان می رفتم. اصلا به خیمه چوپانان می رفتم بهتر بود. می گفتم که گیاهای شفابخش جمع می کنم. رفت اگر صاحب خیمه هم می پرسید من کم غم قریب 10 نمود علف ها را می دانم که به کدام دردها دوا می بخشند. به بالای همه این اگر گفته هایم را کمی رنگ و بار می کردم طبیبی تیار می شدم. در تاریکی دره بی فریاد و دل او وهم زیر کرد و باری اول بعد چندین سال سوره های از یاد کرده خویش را تکرار کرد. و اصلا خط سیر خویش را از خانه اجاروی تا موضع خشککدره پیش نظر آورد. بجز آن راننده‌ای که او را تا به سری راه این موضع آورد و بهر احتیاط رقم افتمشین را در دفترچه خاطراتش قید کرد و همان جوان اسب سوار که او چیکاره بودنش را نفهمید دیگر کسی را ندید. در روی یال خیمه چوپانان، ولی به گمان است که کسی مرا دیده باشد. آن سوار هم دیگر برنگشت. به خیمه چه خیل می رفتی؟ همین خیل با مرشورت که 11. تا از آن جوان اسب سوار مثل بلا ترسیدی کو؟ چرا می ترسیدم؟ من برای احتیاط به طرف او نگاه کردم. همین خیل است خطای تو. چه خیل خطا؟ چون که تو از آن جوان اسب سوار حذر کردی و در دل او نسبت به خودت شبهه پیدا شد. چرا شبهه پیدا می شده است؟ آخر کاری او با من چی؟ او سرگرم اندیشه های خویش بالای اسب سوار، من با غم خویش پیاده گام می زدم. پیاده بود یا سوار فرقی نداشت، ولی او طرز به خودت نگاه کرد که چه نگاه کرد؟ با شبهه. من باشم چون از پهلوی سوار گذاشتم دیگر به قفایم نگاه نکردم. برای همین هم به خیمه چوپان ها رفتن نتوانستی. همینش بهتر شد. طرز گپ میزنی که چخیر مثل افندی، یعنی روزی افندی در ساحل چارخوایش را برآورده پایش را با آب انداخته ششته بوده است که همسایش از کجای پیدا شده چارخوایش را با آب پرتافته است. افندی که همیشه خود را چون آبازی ماهر معرفی می نموده است بهر گرفتن چارخوایش تلاش نکرده است. او چرا شنا کرده چارخوایت را نمیگیری؟ گفته پرسیده از همسایه. افندی دست افشانده گفته است که بلا به پسشان، چارخواه به پایم تنگ بودند. آخر افندی نخواسته است که راز نهانش آشکار شود. نه، او از ترس به آب ندر آمده است چون که شناور نبوده است. من چرا به خیمه نرفتم؟ از ترس تا کسی خودت را نشناسد. ترس را یک عمر دنبال گیر است. سری صبح چون برخیزم به دیدن گیاهای شفابخش سر میکنم و در بارخلطه با خود علف میبرم. باز چشمندی به این هم نمی شود. از احتمال دور نیست که 1-2 روز پس ما باز به این موضوع برمیگردیم. چون همراه لیلی نماینده شف بیایم آنها را نیز به چیدن گیاهای شفابخش هدایت خواهم کرد. با همین و چندون راز و نیازهای دیگر او را خواب برده نیمی شب از خنکی لرزیده بیدار شد. بهر رفع خنکی او پلماسیده آن شیشه کنیاک بیافت و تا قطره آخرینش به حلق ریخت.
خواست کمی هم باشد سرخوش شود و همه گوشه فراموشی دهد. ولی این به گفتن آسان بود. تا صبح خیلی وقت بود و بالای بستر الفین غنچه شده خواب رفتن آسان نبود. اگر ماه در سر آسمان می بود احتمال او ساعتی هم در آن موضع نمی ایستاد. در چنین تاریکی که حتی 2-3 قدم پیش را دیده نمی شد به طرف راه رفتن غیر امکان بود. نهایت او از جای برخاست و در پهلوی بستر الفینش به رقص در آمد و خوب بود که کسی در تاریکی او را نمی دید وگرنه خواه و ناخواه دیوانه می حسابیدش. سری صبح وقتی که آفتاب دامن پهن کرد و او تأثیری گرمی را حس نمود، باری دیگر بهر جبران نمودن عذاب‌های شبانه بالای بستر الفین دراز کشید و چنان خوابش برد که چون از خواب بیدار شد آفتاب از قیام هم گذشته بود و او دیگر امکانی چیدن گیاهای شفابخش را هم نیافته بارخرطه خشت به کتف گرفت و به طرف راه کلان حرکت کرد. در درآمدگاه خوشکردره او با مرد روبرو آمد که شاید مثل خودش به گلچینی می رفت. همین راه تا به کجا می برد؟ پرسید مرد از پیشش برآمده. تا به خودی مرد گفت و از پهلوی مصاحبش گذشته ایستاده. ساعت پس او سوار افت-ماشین به طرف شهر رفت. مجلس فوری نزد سردار شعبه کارهای داخلی رسا ساعت 2 روز اول ماه سپتامبر آغاز شد. در مجلس بجز ناظران منطقوی و کارمندان فوری شعبه کارهای داخلی اینچنین پروکورور ناحیه گل‌آباد نوشیروان حلیم که 3 ماه آخر در شهر سنت پترزبورگ تکمیل اختصاص نموده روز آخرین ماه اوگوست به گل‌آباد برگشته بود و مفتش پروکوراتور سمدوف که این مدت وظیفه اجراچی پروکورور را نیز به دوش داشت حضور داشتند. مجلس را با سخن مقدمه‌ای سردار ملیسه حمید جاوید افتتاح نموده حاضرین را با رفت کارهای جستجویی در اطراف حادثه‌های هفته آخر رخ داده شناس کرد. در نسبت دیگر کارهایی که ملیسه در استحصالات داشت در زینه پرونده جنایی می ایستاد که پروکوراتور ناحیه از روی فکت کشتار صالح جلیل آغاز کرده بود. چون پروکورور ناحیه نوشیروان حلیم که روز اول به کار برآمده بود سردار شعبه کارهای داخلی در اطراف پرونده مذکور و در کدام حالت قرار داشتن کارهای جستجویی حرف زد. در پروکوراتور با پرونده جنایتی شناس شدند و اگر کارهای جستجویی هم در همان سمت باشند پیشروی در کار دیده نمی شود. اعتراض نمود نوشیروان حلیم. سامیان عزتمند یادرس می شویم که شما خوانش بدیعی رو از روی رمان تیغ سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرова و محرر لطفیه قربانова. پایان گفتار 17 دوستداری وطن و دارایی‌های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.